هفته خبر تو خبر داره براتون از برجامی که داره به فرجامش نزدیک میشه و شیخ فری که میخواد با دروغ و پشت هم اندازی خودشو از تک و تا نندازه. الان مردم ما میتونن خیالشون راحت باشه. من دارم به مردم قول میدم بانک مرکزی برجام باشه نباشه، آمریکا باشه آمریکا نباشه، این سبکی که ما امروز شروع کردیم، آغاز کردیم، داریم اجرا میکنیم، اون توطئه‌ای که اونا طراحی کرده بودن نقشه برآب شده. ما این رو سامان میدیم و مشکل چندانی به اعتقاد من نداریم، کارا رو پیش میبریم. حالا اینکه اونا چیکار میخوان بکنن، یکی به من میگفت چند روز پیش که آمریکا میخواد چیکار کنه، گفتم والا فکر میکنم خود کاخ سفیدم ندونه، خود وزارت خارجه آمریکا هم نمیدونه، شورای امنیت ملیش هم نمیدونه، کنگرهش هم نمیدونه به چه روزی این کشور بزرگ گرفتار شده. این شیخ فری فکر میکنه اوضاع مثل قبل و میتونه از آب مماشات برای خودش ماهی صید کنه. اما این خبرها نیست، دارن میان برات، اونم چه اومدنی. Hey! 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 Oh my God! البته قمقوزای شیخ فری هیچ کس رو تو این نظام فریب نمیده. ببینید دلواپسا تو جشن هسته‌ایشون وضعیت رو چطوری ارزیابی میکنن. ما امروز اینجا هستیم که اولا جشن هسته‌ای رو تبریک بگیم. هرچند بساط هسته‌ای کشور جمع شد و بر بساط هسته‌ای کشور 130 جاسوس از سازمان ملل آمده مستقر شد. این قرآن جلوی شما و در منظر خدا ایمانم رو میدم که مطلق این 130 بازرس سازمان ملل که آمدن همه جاسوس هم. سندش رو بهتون دارم سال گذشته. بابا کجای کاری تو؟ توی خود تیم مذاکره هم جاسوس بوده. اعضای تیم کلافه و خسته به نظر میرسند. مطابق قرار تلفن‌های همراه بیرون اتاق نگه داشته شده تا محتوای بحث‌ها بیرون نرود. ولی هیچ کس حواسش به ساعت مچی یکی از اعضای تیم نیست. ساعتی که تقریباً تمامی محتوای مذاکرات را ضبط کرده است. مقصد فایل های ضبط شده تا مدت‌ها نامشخص می‌ماند تا اینکه عضو تیم هسته‌ای که حالا متهم به جاسوسی است دستگیر شده و اقرار می‌کند که محتوای مذاکرات محرمانه را برای یکی از رابطین دستگاه‌های جاسوسی انگلیس ارسال کرده است. خلاصه این که نظام توی بد مخمسه گیر کرده و به این راحتی هم خلاص نمیشه. اینجا هم شیخ فری اومد افه دفاع از فضای مجازی بیاد که باعث شد وزیر ارتباطات خودش هم فیوز بپرونه. آماری که وزیر ارتباطات در سال گذشته اعلام کردن 2 میلیون اشتغال در این فضا، که من گزارشاتی که اخیراً دست من رسیده این اشتغال بالاتر از این هست. این هم یه نمونه از نظارت بر فضای مجازی، البته با طعم شیرین. حالا اینها در شرایطی مشکل فضای مجازی رو عمده میکنن که دزدی و دزدبازی امان مردم رو بریده. آقایان عزیز، در کمیسیون بهداشت درمان آقای وزیر من معدب صبح فرمود تولید کنندگان دزدن. خب من به عنوان یک فراکسیون کارگری اعلام میکنم تولید داخل ناموس من است، کارگران ناموس من. هر که به اونا بگه دوست، من میگم خودت شاه دوست هستید. همکاران عزیز، من اجازه نمیدم تولید داخل را له کنن. این حاشیه ساز داخل الان بازار ارز را به هم زدن، این توهین به رهبر معظم است. شاه دزد اصلی ولی فقیه ناخون خشکه که چرک به مرد شور که هیچی، حتی به طلبه هم نمیده. با آقا صحبت کردیم مقام معظم رهبری که آقا ما یه ستاد نماز می‌خوایم درست کنیم، طلبه های جوان را بفرستیم تو مدارس ظهر نماز بخونن. گفت خیلی کار خوبیه. گفتم پول بده. گفت حرف پول نزن.
نماز برای خداست، حرف پول نزد. گفتم ابوالفضلم برای خدا جنگید، اما اسب جو میخواد. من به طلبه میگم آقا با تاکسی برو، با تاکسی بیا، نماز برای خدا بخون، ولی پول تاکسیشو باید داد. ببینید زوار نظام ولایت تا کجا در رفته که حتی توان یه سرکوب رو هم نداره. گشت ارشاد یه غلطی کرد، کل ارکان نظام به لرزه افتاد. یه پلیسی در اجرای برنامه پلیسیش اشتباه کرد، اصلا خطا کرد، به این کار نداریم. یه مرتبه همه دستگاه‌های کشور راه میافتن، حتی توی مجلس شورای اسلامی که معبد هست و پایگاه توسعه دین باشه فریاد میزنن دیگه بعد از این کسی با بی حجاب برخورد نکند. آقا ندا بر ضد قرآن، یعنی کسی با بی حجاب برخورد نکند. توی این اوضاع و احوال هر اتفاقی که تو جامعه میفته مایه ترس و وحشت آخونداست. بخش اول خبر تو خبر این هفته رو با رونمایی از یه محصول داخلی به پایان میبریم که آخر خلاقیت و ابتکاره. بالاخره بعد از مدت‌ها ادا و اطوار و جیمز باند بازی قاضی مرتضوی جنایتکار رو دستگیر کردن تا شاید قضیه ماسمالی بشه و سر و صداها رو بخوابونن. خبرگزاری میزان از دستگیری سعید مرتضوی خبر داد. بر اساس این خبر با توجه به قطعیت حکم دادگاه مرتضوی، دادستان سابق تهران ساعتی پیش دستگیر و روند انتقالش به زندان برای سپری کردن دوران محکومیت در حال انجام است. مرتضوی در یکی از شهرهای شمالی کشور شناسایی و بازداشت شده است. این اتفاق در حالی افتاد که قضیه مرتضوی از مدت‌ها قبل به سوژه فضای مجازی تبدیل شده بود و کلی درباره‌اش گفته بودن و نوشته بودن. مایکل اسکوفیلد، لینکن باروز، تی-بگ، گریت جن و با هنرمندی سعید مرتضوی در نقش موری در فرار از زندان. حالا تازه این اولشه. به زودی خودروی تمام آخونده و نوچه هاشون مجبور میشن یه چنین چرخش مداری پیشه کنن. همین اتفاقات باعث شده که آخوندا به حول و ولا بیفتن و از ترس آینده نظام و پس افتادن عظما شب و روز نداشته باشن. نباید بشینیم حالا تا مثلا آقایون بیان سر رهبری رو گوش تا گوش ببرن تازه ما به فکر بیفتیم. از ترس همین سربریده شدن عظماست که پاسدارای بزدل همه کارها رو گذاشتن کنار و دنبال حفظ مقام محقر ولایتن. دفاع از مرزهای کشور در مقابل هجوم دشمن خارجی وظیفه دوم ماه که در واقع این حفظ تمامیت ارضی وظیفه اصلی برادر ارتش هست. این ما باید کمک برادر ارتش بکنیم، در واقع به عنوان وظیفه دوم. وظیفه اصلی سپاه و اولیه سپاه دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون. این هم یه تصویر شماتیک از مدافعان ولایت در دوران پسابرجام. این وسط تنها کسانی که به داد آخوندا میرسن یه مش سلبریتی حکومتی هن که پول میگیرن تا مجیز پاسدارای خامنه ای رو بگن. یه اتفاقی هم که قلبیه دوست دارم بگم، عید و تبریک میگم به خانواده همه مدافعین حرم که شاید این چند سال خانوادهشون کنارشون نیستن، پدرشون کنارشون نیستن و من شخصا احترام ویژه قائلم برای اونایی که میرن که امروز تیارا همینقدر راحت تو بغل من باشه و دغدغش فقط خوابش باشه.
نه بی سرپناه. این شما و این اعتراف یه فوتبالیست به ریاکاری و دجال بازی توی تیوی ریش. مملکتمون هم هست، ما عادت کردیم به شعار دادن، یعنی عمل توش نیست. اینقدر روبروی این دوربینه با ریای سری از آدمایی که من میشناسم بسم الله الرحمن الرحیم و وللضالین میگن. یه برنامه رو من رفتم مارمزون، برنامه معسل گشنمون یه چیزی نمیدن بخورم، اون مارمزون کارت بخوره به شکمت، گفت پنگ کردن اون نون پنیر یا چیزا، بچه‌ها شروع کردن به زدن و هنوز افطار نشده بود. آقا این برادرها رفتن نشستن و نوبتی شروع کردن صحبت کردن، همه با بسم الله الرحمن الرحیم تبریک و تهنیت به خاطر میلاد حضرت نمیدونم خدیجه بود کی بود، از کجا اینا رو یادشون. در پایان توجه شما رو به ویدئوی جالبی از چند کودک جلب می‌کنیم که چشماشون ضعیف بوده و بعد از عینک زدن برای اولین بار دنیای پیرامونشون رو می‌بینن. واکنش هاشون خیلی جالبه. Christian. Open your eyes, buddy. Hi. 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 Hi, Munchkin. You like him? Hi, baby cute. You like him? Yeah. I think she likes him. What do you think?